جنابندان و چه انا رادیو دنگی گلدن باش ایرو 13 هزیران 2025 این گدار نیجام نوچه هم پیشکش بکن. فرماندار گشتی سپاه پاسداران ایران دیرش اسرائیل ده هات کشتن. اسرائیل ایرو برس به ارشک برسر پایتخت ایران تهران. آژانس جهانی را گاندن که در انجام ارش اسرائیل ده فرماندار گشتی سپاه پاسداران ایران هاتیه کشتن. هات گوتن که لگل فرماندار دو رایدارین پای بلندجی هاتنه کشتن. پرانیا ارش لناوند تهران چه بو و گلک مالین رایدارین پای بلندین ایران هاتن آرمانج کرن. آژانس نوچهان یا ایران تنسیم جی را گاند که در انجام ارش اسرائیل ده فرماندار گشتی سپاه پاسداران ایران حسین سلامی هاتیه کشتن. همان آژانس گفت که در انجام ارش ده سروک زانینگاه آزاد محمد مهدی و زانای اتم ایران فریدون عباسی جی هاتیه کشتن. روشنبیرین عرب دخواست آزادی فیزیکی یا ریبر پوکرن. اینسیاتیف عربی یا عبدالله اوجالان را آزادی به افکاریا کمک روشنبیرین عرب داخیان یک دو دخواست آزادی فیزیکی یا ریبر پوکرن. دناوا دمک کرته بانگا اینسیاتیف جی خوگرد و روشنبیرین عرب دک دان و بانگه. هجمانه که مزن جکسایت سیاسی و روشنبیرین جه مصر، فلسطین، سودان، عراق، لبنان، تونس، سوریه، یمن و اردنه حتی به سروکین پارتی سیاسی به داخیانی که نویسکی دستک دان اینسیاتیف داخیانی و هاد بشه دوی دری امرالی وره وکرن و رامیار 100 سال ریبر عبدالله اوجالان وره بردان. ریبر عبدالله اوجالان کلیدا وکرنا دری آشتیه و خودی و هزیه که دکاره شر به در آوستاندن و پرسکریکان چاره سر بکه ده 26 سال زندان دجی خدمت مروایی کرد. ام گرتنا اوجالان و آستن کرنا دنگ و رامانی نوی وکی بن پیکرنین گران آمافین مروان دبینن. از بونا ریوبریا خواسر لباکور و روجدت سوریه که جه ایدولوژیا اوجالان الهام گرتیه. مدلک مروایی راستینه و دکاره به بنگه چارسری همو پرسکریکان. عبدالله اوجالان نگرتیه که شخصیه سمبولا دوزک دادپرور و دنگک آلترناتیف دیده مکه خکرنه دیه. آزادیا وی جبو آواکرنا پیش روژه که هفاریا عرب کردیه. ام دخواز آزادیا اوجالان دکن. لپارلمنت انگلیستان علاقه مزن جبو دوکومنتر روژاوا. دوکومنتر روژاوا لسالونا بوت هوروی یا پارلمنت انگلیستان هات نشاندان. چالاکی به پیشنگه نونرین انگلیستان یا مسده و سنتر فور کردش پروگرس و مایل اونلاین هات بکانین. دوکومنتر جی جالی روزنامه‌وان داوید آواره و درهانر کلار کراون و هات آماده کرن. لسر مدل خواره‌وبریا لباکور و روجلات سوریه و تکوشین لدیجی چته اندایش و تکوشین آزادیا گله کرده. ده دوکومنتر ده مدل جواکی یا لسر بنگها نتویا دموکراتیکا ریبرا پوهاتی آوا کرنه. او مدل جی وک پروژه هری پیشورو یا لروجلاتا ناوین هاتی نشان کرن. ده دوکومنتر ده هفپیوینین به نونرین سیاسیین روژاوا جیهنه. یک جوان هفیوینان به بردف که یه پجه روکن محمد و بردف که یه پگه سیامند علی رات نکرین. اکادمیسین روزنامه‌وان پارزوان مافن مروان و نورین جواکی علاقه که مزن نشانی دوکومنتری دان. پشت نشاندان دوکومنتری بشه پرسو برسه و پیکات. ده چالاکی ده واو شروان دلخوازا بریتانی آنا کمپل دیریک کمپل جی آماده بو. هر اوها درباره تکشون و شهادت که چه خوده آگاهی دان. که جدکه لدیجی ایرشن سرگیریلین آزادی بانگا چالاکیان کن. که جدکه به داخوانیه که ایرشن ارتش ترکن سرگیریلین آزادی شرمزار کرو گد تاوی پیواجوی آگر بسته کده یک آدار ده هاتیه را گاندن ایرشن سر هرمین گریلا لهرمین زاپو متینا دوام دکن. او ایرشن که به گرانی برخودرین کرد دکن آرمانج در روژن داویده گیشتن لودکهی و گد به وان ایرشان ریل بر آشتیا کو ریبرا پو هول ده پیش بخطه گرتن. وان ایرشان پیوان اخلاقی درباز کرن و آرمانج دکن کو پیواجوی آشتی ثابته بکن. که جده که بانگ لهمو آلی گرن آشتی و چاره سریه کر کو هلوست نشان بدن و لهمری و ویتی ارتش ترک دنگی خواه بلند بکن. که جده که بانگ لسازی نابنتوایجی کر کو لدیج ایرشن دولت ترکیین به چکن قدخه کری تکه و نوالف و تفگره. لگلک ناوندن سویسره ایرشن خرکرنه هاتن پروتستو کرن.
پشتی داخویانی ناوند راگاندن هپگی یا درباره ایریشین ارتشا ترک ده کردین اوروپا دست به چالاکیان کرن. کردستانیان لگلک باجارین سویسر چالاکین پروتستوی لدار خستن. ده چالاکین گرسه ایده خافتن هاتن کرن و بانگ لرایا گشتی یا نابنتوی هاتا کرن. گوتن ارتشا ترکا داگر کرد ده ایریشین ندیجی گریلین آزادی ده چکین کیمیویین خدخه بکارتینن. اف سوچه مروایی او دوی سازین پیوندیدار دنگ خواه بلند بکن. دا خافتن آنده اف تشتاتن گوتن. ریبر عبدالله اوجالان پیواجوی آشتی و چارسری پرسا کرتای دست بکرن. پکیجی بریارا خواه فسکر ندایه. لی ارتشا ترکا داگر کر ایریشین ده راده سوچین مروایی دادکه. دوی رای گشتی یا جهان او سازی نونتوی او همو آشتی خوازن جهان لدیش ایریشین دولت ترکا داگر کر دنگ خواه بلند بکن. اسرائیل لسوریه لدیجی حماس اپراسیون دست بکرن. ارتش اسرائیل راگاند که هزین وان شوا بوری لهرما بیت جین یا سوریه اندام تفگر حماس گرتنه و برن اسرائیل. برده که ارتش اسرائیل لسر از بخواه ایکسی آگاهی دا و گد شروان توگای ال اسکندرونی شوا بوری لهرما بیت جین یا سوریه اپراسیونک جبو گرتنه تروریستین حماس لدار خستن. ارتش اسرائیلی دا کرکو کسی ناتنه گرتن پلانا ایریشن لسر سیویل و لشکرین اسرائیل ین سوریه دکر. ارتش اسرائیل دا زانین که دو اپراسیون ده گلک تخمن جهاتنه دست سر کرن. سوره جیراگاند که هزین اسرائیل لباجارو که بین جین یل روژاوای شامه اپراسیونه که سردگرتن پیکانی و گد هموالاتیه که سوریه هات کشتن و هن کسشی هاتن گرتن. کدار نیجان و چین مبداوی بوندن باش.